مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر داد که روز 24 فوریه در دو صدمه مرگاور علیحده در کنار شهر وحدت و در نزدیکی دهه چهارچشمه نویه شمس‌الدین شوین دو نفر، یک کودک 9 ساله و راننده تراکتور به هلاکت رسیدند. بنا به این منبع 24 فوریه سال 2022 تخمین ساعت 13:00 راننده автомашین تمغه اوپل زفیره زیوزاده امیدجان رجبالی سال تولدش 1995 ساکن نویه فیض‌آباد هنگام حرکت در راه ماشینگرد دوشنبه کولاب خوروغ از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمده پیادهگرد نابالغ نیازووا آمینه شمس‌الله‌یونا سال تولدش 2012 ساکن شهر وحدت را پخش نموده است. در نتیجه نابالغ نیازووا جراحت وزنین جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده است. تقریبا همزمان 24 فوریه سال 2022 تخمین ساعت 14:00 راننده تراکتور تمغه MTZ 80 محمد سلیم میرزاخان سال تولدش 1994 ساکن نویه شمس‌الدین شوین هنگام حرکت در نزدیکی دهه چهارچشمه نویه مذکور بنابر سبب زیاد بودن برف لغزیده به چقوری 10 متر چپ شده است. در نتیجه راننده تراکتور محمد سلیم میرزاخان در جای حادثه به هلاکت رسیده است. اوید به این حادثه تحقیقات ادامه دارد. بنا به آمار رسمی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان سال 2021 بر اثر 1102 صدمه نقلیاتی در راه‌های این کشور 395 نفر به هلاکت رسیده، 1218 نفر دیگر جراحت جسمانی برداشتند.